سلام علیکم دوستای عزیز. ولایت سرپل هستیم، ولسوالی سنجچارک و این قسمت همه به نام انگشت شاه. پیش چند آبشار است که بخیر سبا میریم. حال نو رسیدیم اینجا را به کمپ انتخاب کردیم. میبینین دوستا چقدر یک جای مقبول است. اینجا یک میدانیگک است و به کمپ را انتخاب کردیم. سبا باز بخیر میریم خود آبشارایش میبینیم. اون قسمت از پیش از بازم اینجا خوب است، تشنابام جور شدگی است تیار، وقتی که مردم اجازیات چکر مین و تا خود نزدیک آبشار هم دیگه، یعنی از اینجا 10 دقیقه طرفتر بریم نزدیک آبشار میشه. اما دره بسیار جای مقبول است. بین دره میریم و آب دره میگه، یعنی کلش در مو دره اینمی رقم او میایه. بسیار جای مقبول و خوب یک جای هم به کمپ انتخاب کردیم.